استاد فکر که هر عرق این چیزا حرام است. استاد حاج ما گفتم میتونیم که استاد چیزایی که اسرائیل میبره همو نوشابیایی که حاضره همو هم حرام ده داخل میشه استاد. نه اصلا وای حلال است و مثلا اگر حلال باشد، لیکن از سبب آن که پیامبر صلی الله علیه و سلم را حقارت کرد، صاحب شرکت یا همون کشور یا مسلمان ها را ظلم کرده ایستاده است، در این حالت مقاطعه مالی مشروع است، یعنی کندنی علاقه مالی، تحریم، بایکات. این کارها شریعتی است. در قرآن آمده از پیغمبرها بایکات کردگی هستند دشمنای اسلام را. اصلا پیامبر صلی الله علیه و سلم رفتن از یک یهودی جو خریدن، اونم به نسیه جو گرفتن و درع خودشان را، جوشن خودشان را به گراو گذاشتن. یعنی اگر رفت پول نآوردم جوشن تو میگیری، جوشن از تو میشه. جوشن قیمتتر از جو. و با همین وفات کردند. میتونستن از حضرت ابوبکر قرض گیرند، میتونستن از حضرت عثمان قرض گیرند رضی الله عنهم اجمعین، لیکن رفتن از یک یهودی که الله تعالی گفت که و بی اکلهم الربا، الله تعالی به سبب چند عملها یهودا را لعنت کرد، از جمله ریباخوری هاشون. ما عیسی پسر مریم را کشتیم، گفتن و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم، نکشتن نه چارمیخ کردند، بلکه ما باید به نزد خودمون برداشتیم. گفت این عقیده نادرست است که حضرت عیسی را یهودا کشته باشند و چارمیخ کرده باشند، نادرست است. خلاصه به سبب یک دنیا عملهاشون الله تعالی آنها را لعنت کرد، از جمله عملهایی که به سببش لعنت شدن و به اکلهم الربا، به سبب ریباخوری هاشون. اونها ریباخور هستن. پیامبر صلی الله علیه و رفته با آنها داد و گریفت کرد. اصلا با یهودان داد و گریفت کردن، خرید و فروش کردن اجازت است. میتونی از یهودی چیز خرید، میتونی از یهودی چیز خرید، لیکن وقتی که عینی حال اگر همین پول میگیرد برای ضرر اسلام و مسلمان ها صرف میکرد و مردم بیچاره رو میکشد، نه فقط میکشد، طعامی که از دیگر کشورها فرستاده میشه برای رفته رسیدن نمیمونه. میگن این طعام فلانی ها میخورد، گفتم طعام هم میزنه. مادامی که او به کودک ها و به زن ها، به پیر ها، به آنهایی که در دستشون یراق است یعنی ظلم کرده ایستاده است، البته در این حالت واجب است که با آنها علاقه مالی را کنده شود، با آنها تجارت آنها کساد شود. حضرت موسی وقتی که فرعون را دعای بد کردن، یکمین دعای بد در اقتصاد فرعون دعای بد کردن. ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. پروردگار مال و ملکش نیست و نابود کن، چون که مال و ملک باید به این طغیان برده رسان. کمبغل باشد به کمبغلیش مشغول میشد. وقتی که پولش که زیاد شد، با این پول اون برای خوردنش میرسد، برای زیستنش میرسد، برای لباسش میرسد، برای جای زیستش میرسد، برای مرکبش میرسد. پول که زیادتی کرد، با این در روی زمین فسادکاری میکنند، خونریزی میکنند. بنابراین ربنا اطمس علی اموالهم، مال و ملکاشون نیست و نابود گردان. مال و ملکش دعای بد کردن. بنابراین با آنها رفت آمدی پول و مالی نمیکنید تا اینکه یه مقدار باشدم، یعنی ضررتان رسد. وقتی که 2 میلیارد مسلمان در یک روز اقلا، یعنی هر روز اگر پیپسی یا کالا میخوردگی باشد و نخورد، در یک روز 2 میلیارد سوداش کاهش مییابد. 2 میلیارد در یک روز. اون اگر بعضی چیزاش با $100 باشد 100 میلیارد میشه یا 200 میلیارد میشه. این ضرری کلان است. اینا این ضرر حس میکنن. سال 2005 وقتی که دنیا پیامبر صلی الله علیه و سلم تحقیر کرد، دولت های مسلمان ها علاقه مالیشون کندن، میلیون ها میلیارد ها ضرر آورد. یک و یک باره همه مالاشون برگشت. وقتی که مالاشون به بیرون سودا نمیشد، الکی در داخل ضرر دیدن.
این چیز حتمی هست، باید نخرید. بله.